درباره با استاپ گذاشتن من پوزیشن میگیرم ولی استاپ هم میخوره، ولی بعدا نگاه میکنم میبینم تیپی خورده. ستاپت چیه؟ یعنی چی؟ ببین اینو توضیح بدم. نوشته من درباره با استاپ گذاشتن مشکل دارم. اینو قبلا توضیح دادم، دوباره توضیح میدم برای اینکه ستاپ مشخصی نداری برادر من. تو اگر ستاپ تو درست بدونی قطعا میدونی استاپ لاست کجاست و حتی تارگتت. خب قطعا ستاپت مشکل داره، نمیدونی داری با چی ترید میکنی. مثالش هم قبلا زدم. به طور مثال من مثلا میگم آقا این یه کاناله، من میخوام اینجای کانال لانگ بگیرم. خب استاپ لاس هم مشخصه دیگه. استاپ لاس هم زیر این نیست که، اینجاست دیگه. این استاپ لاس همه، اینم تارگت همه. وقتی ستاپ مشخصی داشته باشی استاپ لاست هم مشخصه. قطعا شما سر ستاپت مشکل داری که اگه نمیدونی استاپ این که میگه نمیشه. ببین میخوام بهت بگم که اصلا چیز عجیب غریبی نیست، میشه. الان تک تک پوزیشن هایی که من گرفتم یک به یک داده. یعنی همشون الان اسکلپ هایی که من گرفتم داشتید نگاه میکردید. خب یک به یکاشو داده. ریسکوری میکنم، ولش میکنم، یا میخواد بره یا نمیخواد بره، فرقی نمیکنه برا من میتونستم ببندمشون. درسته؟ میتونستم ببندم دیگه، بحثی نیست که. استایلش چیزی که گرفتم غیر از چیزی بوده که درس دادم، همونه دیگه. خب همون چیزیه که درس دادم باش گرفتم. دقت کردید؟ الانم نبستم ریسک خورد، اصلا اهمیت نداره. فقط میخواستم نشون بدم که اصلا اون چیزی که تو ذهنتونه، اون دلیله، فقط یواش یواش میفهمید که میتونید ببرید. بذارید به ذهنیت برنده برسید. نمیخواد عجله داشته باشید. من میتونم هزار تا کار این شکلی بکنم، هزار جور اینجوری تو لایو براتون پوزیشن بگیرم، ولی اصلا قصد من این نیست. قصد اینه که ذهن اول درست بشه، بتونی بفهمید دارید چی کار میکنید. اینه بازی. حالا همتونم میگم. بخوام چاکری. خدایا شکرت. اگه از مدیریت سرمایه درست استفاده بکنید تک تکشو میشه گرفت. تک تکشو میشه گرفت. فقط کافیه درست ببینید و درست از مدیریت سرمایه‌تون استفاده کنید و نترسید. واقعیت امرینه. چشمتون درست ببینه، چشمتون عجله نداشته باشید، فلان نداشته باشید، رو اصول رعایت کنید. الان آقا اینه دیگه. ببین کوچیکش اینه دیگه. میخوام بهت بگم تایم فریم کوچیک این یکه، این دوه، این یه ترند لاینه. منتظر تایید ترند لاین میمونی. زارپ لانگ با کوچکترین استاپ. آیا میگیره کسی؟ میخوام اینم اونی که میگیره استاپش. ببین میخوام فقط بهت نشون بدم. اوکی لانگ استاپ. ببین انقدر استاپ داره. درسته؟ همینقدر. مثلا میخواد تارگت بده بهت، به فرض. اسپردش نمیصرفه، به خدا میصرفه، اونجوری هم نیست، میشه گرفت. ما نمیخوایم رو اون ببندیم. میدونی چی میگم؟ قصد بستن اینجا نیست، اینو متوجه باشید. خب حالا یه ذره خوشگل ترش کنید.
بذار این بزنه تا بهت بگم چیه. این الان دوباره 1 و 2 کرد دیگه، دوباره یه مسیر دیگه است. ببین میبینی من اینا رو خیلی ریز میتونم ببینم، چشمم بهش عادت داره بچه‌ها. دلیل بر این نیست که مثلا میخواید فکر کنید مثلا نمیشه گرفت، نه اصلا این خبرها نیست. آقا الان اینجا 2 تا کندله، تو 10 ثانیه‌شو نگیر، بیا 1 دقیقه‌شو بگیر. بفهم. این 1 به 1ش، اون 20 صدمش هم واسه اسپرد کمیسیونش. غیر اینه، روش کمیسیون تو ریسک فری کن، رها کن. ببین، ترس باعث میشه که شما نمیگیرید پوزیشن رو، برای اینکه نمیدونید دارید چی کار میکنید. متوجه چی میگم؟ اگر از استاپ خوردنه نترسید، دلیل استاپ خوردنه اصلا بدون اینو قبول کنی که آقا من 50% پوزیشنام استاپ میخوره، ولی 50% پوزیشنام ریوارد خدا میده، اصلا ریوارد 2 میده، باز برندم. اینو بتونی تو ذهنت قبول بفهمی، تمامه. ببین، آه آه ریوارد چند؟ 1.82. دست چی شما در نکنه. داریم؟ چی دیدم؟ 2 تا کندل، یه ترن لاین کشیدم، 2 تا کندل دیدم دیگه. بفرما. ببین ریوارد 2.5. الان میخوام بدونم این کاری که من کردم خب غیر از چیزی بوده که درس دادم بهتون؟ خدا وکیلی غیر از چیزی بوده که بهتون درس دادم؟ طلا هم داره میاد بالا علی. حالا رو استاپشو کوچیک کن، اینجا بذار. یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا. بیا بذار روی این بالایی، استاپش کوچیک، حجم کم بگیرید. آقا اصلا چیز عجیب غریبی من بهتون درس ندادم که. ببین نگاه کن. آه بله، باید جهت رو بشناسی. قطعا وقتی میایم برای چی دارم میگم، من اول گفتم آقا یه ترن لاین اینجا. آقا سقف و زده دیگه، مگه این سقف نزده؟ داری تو همین تایم فریم ترید میکنی. سقف زد، اومد پایین، تایید داد، بگیر. اومد پایین، تایید داد، بگیر. خب من همین گرفتم بالای این. ببین فرض کن این همین یه کندل بالای این میگرفتم، استاپش اینجا بود. این کندله رو میبینی، این دوجیه رو میدیدم بالاش میگرفتم، 1 به 1 در اومده بودم بیرون. خب این باعث میشد که من تعداد پوزیشن زیادی بگیرم، که من تو اولین چیزی که بهتون یاد دادم توی آموزشام چی گفتم بهتون؟ یادتونه؟ گفتم شما برای پول در آوردن چی نیاز دارید؟ 2 تا کندل. دقیقا. شما برای فیلیپ کردن اکانتتون هم 2 تا کندل نیاز دارید، واقعیتش رو اگه بخواید. خب هیچ چیز دیگری نیاز نیست. حالا اومدم کنارش 4 تا تاییدیه بهتون یاد دادم. من میتونستم بیام بشینم از امروز براتون قصه چیز بخونم، خب عین کورس مایکل که مثلا 2000 ساعته. خب یا میتونستم بیام بهتون یه چیزی بگم که بتونید باش پول در بیارید. من اون چیزه رو گفتم بهتون که راحت میتونید باهاش پول در بیارید. بقیهش میدونید به چی بستگی داره؟ به تداوم خودتون، به ذهن خودتون. واقعیت امر اینه. خب ببین،
مشکل اینجاست که مثلا طرف میاد یه استراتژی رو میگیره. خب بعد چارت که استاپ میخوره اصلا نمیره قبلش بک تست بگیره، میاد با فرض این که میاد مثلا پوزیشن شروع میکنه به گرفتن. خب فرض کنید شما یه استراتژی رو یاد گرفتید، به نام خدا میاد شروع میکنید پوزیشن گرفتن. چارت تا استاپ که میخوره میگه این دیگه جواب نمیده. ولی اصلا این شکلی نیست واقعیتش اینه که هر استراتژی یه سایکلی داره و باید سایکل ضرردهشو بدی، سوددهشو بدی. برآیند تو مثلا سر ماه حساب کنی، سر سال حساب کنی، اول برید بک تستشو بگیرید. خب برید بک تست بگیرید، ببینید با چه تاییدیه اوکیید. آقا مثل میگم چه میدونم، میخوای مثلا اینوری ترن لاین بکشی یا میخوای اینوری ترن لاین بکشی، مثل میگم اصلا کاری ندارم. خب حالا چی شده مگه؟ ریخت چقدر. پایینیشو بردارید، بالاییشو فقط بذارید بمونه. پایینیشو بردارید. خب داو جونز هم داره میره. بذارید من صحبت هم بکنم دیگه. شما اول باید بری بک تستشو بگی، بابا برو 100 تا پوزیشن باش بگیر. یه سری اکسپرت هایی هستش که مثلا فوروارد تست هم میتونید باش بگیرید دیگه. نمیخوای اکانت تریدینگ ویو بخری؟ اگه اکانت تریدینگ ویو دارید که من ماهانش نمیدونم چنده، ماهانش هم میفروشن فکر کنم الان. شما چه میدونم یه دونه ریپلای میزنی اینجا مثلا، از اینجا شروع میکنی باش بک تست گرفتن. خب اگرم ندارید، نمیخوای پول بدی پاش، نمیخوای همچین کاری بکنی، یه اکسپرت هم هست میتونید باش این کار رو بکنید. خب برید به فوروارد تست بگیرید بابا، به همین سادگیه واقعا. فوروارد تریدینگ ویو تایم تستتون فریم رو. روزانهش رایگانه اون بار ریپلایش، ولی فقط تایم حالا من فریم روزانه. نمیدونم دیگه، مثلا من اصلا تو این چیزاش چیز ندارم، ولی برید بگیرید. بعد میگه مثلا میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما همیشه دنبال یه چیزی هستید، یه چیز جدیدید. فکر میکنی علی اسدی که داره پول در میاره با چی داره پول در میاره؟ یه چیزی داره که نمیگه. یعنی ما همیشه همین جوریم. میدونی چی میگم؟ این چیزی که علی میدونه من نمیگه چیه؟ میگی فیلیپ یاد بده مثلا. خب بابا مگه چیه داستان؟ چند تا دوجی و پین بار توی روز میبینی؟ به نظر خودتون چند تا میبینید توی سشن معاملات؟ هم؟ آقا بک تستشو بگیر. ببین 100 تا تو همین تیکه رو نگاه کن، همین تیک. ببین میخوام بهت بگم نگاه کن. ما از این پایین اومدیم بالا، درسته؟ اولین شکست تایید شد، درسته؟ این تاییدش، این شکست دیگه، پول بک. خوام بهت بگم چند تا کندل میتونی بگیری. یک، درسته؟ دوشو میگیری. بذار من اینو تو تریدینگ ویو بیارم که راحت باشی. اوکی. آقا این شکسته بود اومدش پایین. این اولین کندلیه که وجود داره، درسته؟ میشده این، درست؟ استاب نمیخورد، میومد یک به یک میداد. اصلا تو من دارم همه رو راجع به یک به یک صحبت میکنم. خب همه رو دارم راجع به یک به یک صحبت میکنم.
میرفته اینو میداده. درسته؟ میخواستی شورت بگیری، شورت نباید میگرفتی. چرا؟ چون تایید لانگ اونور داشتی دیگه. خب میومدی دنبال لانگا میگشتی، دوباره اینو میدیدی. درسته؟ میتونستی باهاش بگیری. درسته، شورت ها رو نمیگیری، لانگا رو میگیری دیگه، چون تایید لانگو گرفتی دیگه، رو ترن لاین داره میره بالا دیگه، فقط همینا رو میگیری یک به یک. دوباره میدیدی اینجاها که هیچی نیست. ببین ببخشید، این یه دونه استاپ میخورد. درسته؟ بعد دوباره میومده اینجا، دوباره یک به یک میداد. درسته؟ تا اینجاها هیچی ندیدی، هیچ این دوجی تایید نداده، میبینی تایید نداده، میومده اینجا دوباره یه استاپ میخورده. درسته؟ استاپ میخورده. اوکی، همه رو من توضیح میدم به استاپ. دوباره میومده اینجا تیپی میخورده. ببین، دوباره میومده اینجا تیپی میخورده، دوباره میومده اینجا تیپی میخورده. چند تا از اول روزت؟ ترند دیگه، داری ترندو میگیری. چند تا پوزیشن از صبح میتونستی بگیری؟ من اصلا میگم یک به یک بگیر. من میگم یک به یک بگیر، اصلا نمیخواد بگی یک به ده هاشو. من میگم یک به یک، یک به یک هاشو تو میتونی همه رو یک به یک بگیری، فری کنی ولش کنی. ها، میتونی فری کنی ولش کنی. 100 تا پوزیشن میتونی تو مسیر بهش اضافه کنی. چجوری میتونی فیلیپ کنی اکانت تو؟ همین شکلی دیگه. دقیقاً پوزیشن هایی که یک به یک میده، من کاری که میکردم، یعنی یه بار یه اسکرین شات فکر کنم داشته باشم از قدیم، براتون میارم. یه مسیر انقدیه. خب من فکر کنم مثلا 50 تا پوزیشن توش دارم، 50 تا پوزیشن ریسک فریه، که این پوزیشن پایینیه مثلا یک به چه 30 داده بهم. اسکرینشو فکر کنم داشته باشم، اگه کامپیوتر ایرانم پیدا کنم بیام ایران براتون میفرستم. خب ببین، شما همیشه برای نبردن میتونی بهانه داشته باشی، واقعیتش. خب برای اینکه پول در نیاری، برای اینکه بگی نمیدونم اوضاع خرابه فلانه، میتونی بهانه داشته باشی و بهانه‌ت هم برای خودت قشنگ. ولی میتونی هم همیشه برای بردن هم بهانه داشته باشی دیگه. من همیشه برای بردن بیشتر دوست داشتم بهانه داشته باشم. این چی میگم؟ من بردنه رو بیشتر ترجیح میدادم. من همیشه پوزیشن لانگ رو ترجیح میدم به شورت، واقعیتش. اینه داستان. شما میتونی بگی آقا نمیدونم من بروکرم اسپرد داره، نمیدونم فلانه بیساره. من همه این مسیر رو رفتم، خودم رفتم با تمام بروکرها جنگیدم، همه این کارا رو کردم. حداقلش 20 نفر آدم کنارم بودن که اون روزا رو دیدن که چی رو تبدیل به چی کردم. میفهمی چی میگم؟ اینه داستان. حالا شما میخوای دوست داری برا خودت بهانه بیار که نمیشه. خب نمیشه، کائنات به شما میگه نمیشه. ولی بشین ببین، نمیگم از فردا شروع کنی باشی تاق 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 پوزیشن بگیری، یا نه، اصلا این خبرها نیستا. گرفتید چی میگم؟ این کارو نکنید. اول بک تست، اول تمرین، اول دیدن استراتژیتون. درست استراتژیتون رو ببینید، بشناسید، چشمتون عادت کنه، عادت بکنه چشمتون. 100 تا 200 تا 300 تا بک تست بگیرید.
خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد بیا بشین رو اکانت ترید کن، سبک بزن. اولش که میخوای بزنی سبک بزن، بذار دست و دلت نلرزه. ببین بذار یه چیزی بهتون بگم، شما وقتی یه پوزیشنی رو میگیری میترسی ازش، میدونی دلیلش چیه؟ تنها دلیلش اینه که مدیریت سرمایت زیاده، یعنی رعایت نکردی مدیریت سرمایت رو. میفهمی چی میگم؟ یعنی ریسک زیاد کردی تو اون پوزیشن. وقتی که به این علم برسی که آقا من پوزیشنم 0.5% سرمایه‌مه، 1% سرمایه‌مه، دیگه ازش نمیترسی. چرا؟ چون اگه تو بدترین حالت 1% بگیری 100 تا استاپلاس پشت هم باید بخوری که کال مارجین شی. میشه اصلا همچین چیزی که شما 100 تا استاپ پشت هم بخوری؟ اصلا نمیشه. شما سکه بنداز بالا، نمیشه، میبری، باز یه چیزایی میبری اون وسط، اصلا حسابت کال نمیشه. نمیشه میگم. و وقتی که حسابت کال نمیشه زمان بهتون میده. خب زمان میگذره، مارکت بهتون تجربه میده و شما تجربه کسب میکنین. برای چی مثلا یه روز، خب من میام مثلا چه میدونم یه حساب میخورم، 20 نفر از آدم، از این 4000 نفر 20 نفر پاره میشن. میدونی چی میگم؟ 20 نفر پاره میشن. چجوری پاره میشن؟ که میان مثلا فوش میدن ای علی اسدی آدم بی خودیه، علی فلان بیساره. نمیگه بابا تو 4 تا پوزیشن کال کردم خودمو. میون کلامت علی یورو میخواد یه هوک انگار ببنده. میدونی چی میگم؟ نمیگه که بابا من تو 4 تا پوزیشن خودمو کال کردم که الان دارم میام همچین حرفی میزنم. ولش کن، ستاپش همونه. خب اینا داستانه، اینا چیزاییه که شما تو زمان میفهمی. برای چی یکی میاد یه چیزی میگه این شکلی، خب من کلا میگم بابا باشه، اوکی ولش کن. من حتی به ادمینم هم گفتم بودم بچه مثلا یکی میاد یه همچین حرفی میزنه تو این شرایط اصلا بگید بابا باشه تو راست میگی. یه ذره زمان میگذره، اگه طرف تو مارکت بمونه، میدونی چی میگم، یعنی بتونه دووم بیاره. من همیشه خدا از اولین روزی که اومدم لایف ترید گذاشتم گفتم که بچه ها 5 سال یه جوری ببازید که بتونید 5 سال تو مارکت دووم بیارید. میفهمید چی میگم؟ اینو بزنید بذارید جلو چشتون، یه جوری بباز که بتونی 5 سال تو مارکت دووم بیاری. بعد اون 5 سال من بهت قول میدم شما تجربهش رو به دست آوردی، همه چیزش رو داری، میتونید پول در بیاری. ولی شما یه دفعه میای 5 سال ترید میکنی به فرض، همه سرمایت رو میدی میره. بعد 5 سال که مثلا اومدی یه چیزی یاد گرفتی دیگه پول نداری بری ترید کنی. اینا رو بچه ها یاد بگیرید، به خدا قسم اینا تجربه های شخصی منه توی این داستان. و من بالای 100 نفر 200 نفر آدم با هم تا اینجا رسیدم، دیدم این آدم ها رو هر کدوم یه شکلی، هر کدوم به یه شکل. حالا بابا خدا وکیلی من دارم راجع به چی حرف میزنم؟ سوالات انشالله که خیر. اولین ورود تو بازار فکر کنم 3 تا 3000 تا. چکریم. استاپش اینجاست. اینه. چکریم.
بچه این که مثلا می نویسی سوال ما رو جواب میدید، من سوالتون رو، تعداد پیام ها رو نگاه کنید. من نمیدونم واقعا اینو چجوری توضیح بدم. من با کسی که مثلا داستانی ندارم اینجا، که اگر بخوام ببینم سوالتون رو، اگر جذاب باشه جواب میدم. میفهمی چی میگم؟ اگر سوال جذابی شما داری میپرسی جواب میدم. اگرم تو اون لحظه مثلا ممکنه من این ور دارم 4 تا نگاه میکنم، مثلا سوال شما رو من نبینم،